سلام بینندگان عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشد. در این ویدیو تلاش کردم محتوای مرتبط با مایکروبیولوژی و دنیای شگفت انگیز موجودات میکروسکوپی را از طریق کانال مایکروورلد هاب به حضورتان پیشکش کنم. امیدوارم این محتوا برایتان جذاب و مفید واقع شود و ما را با نظریات نیک و سازنده‌تان حمایت کنید. اگر شما یک انسان زنده و در حال تنفس هستید، به احتمال زیاد در طول زندگی خود حداقل یک بار به سرماخوردگی مبتلا شده اید، یا شاید هم مسمومیت غذایی را تجربه کرده باشید، یا بیماری های مانند آبله را پشت سر گذاشته باشید و یا برای درمان یک عفونت آنتیبیوتیک مصرف کرده باشید. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که عامل ایجاد این بیماری ها چیست و در داخل بدن ما چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ در حقیقت دنیای بسیار گسترده و شگفت انگیزی از موجودات میکروسکوپی وجود دارد که تقریبا در هر جایی که تصور کنید حضور دارند. این موجودات روی سطح پوست ما زندگی می کنند، در اعماق دریاها و در نزدیکی منافذ حرارتی حضور دارند. در خاک باغچه ها، روی دستگیری دروازه ها، در دهان و معده ما و حتی در هوای اطراف ما یافت می شوند. این موضوع شاید در ابتدا کمی نگران کننده به نظر برسد، اما جای نگرانی نیست، زیرا اکثر این میکروارگانیسم ها بی‌ضرر هستند. حتی بسیاری از آنها در همین لحظه به بقای ما و شما کمک می کنند. به طور مثال با محافظت از پوست، مجاری تنفسی و دستگاه هضمی در برابر عوامل بیگانه که به آنها پاتوژن ها یا همان عاملان مرض گفته می شود مجادله می کنند. و دقیقا همین پاتوژن ها هستند که موضوع اصلی این بحث را تشکیل می دهند. انسان‌ها از ابتدای پیدایش خود همواره در معرض بیماری‌های ناشی از پاتوژن‌ها بودند. اما درک واقعی این جهان نامرئی زمانی آغاز شد که تکنولوژی مشاهده اجسام بسیار کوچک و ذره‌بینی توسعه یافت. این مسیر با اختراع نخستین میکروسکوپ مرکب توسط یک تیم پدر و پسر هلندی به نام‌های هانس جانسن و زکریا جانسن در اواخر قرن 16 آغاز شد. دستگاه آنها که اساساً یک لوله با عدسه‌ای در بالا و پایین بود، می توانست اجسام را حدودی 3 تا 9 برابر بزرگتر نشان دهد. اگرچه تصاویر واضح نبودند، اما این اختراع پایه اساسی برای تحقیقات بعدی را فراهم ساخت. بیش از یک قرن بعد، در اواخر قرن 17 پیشرفت‌های تکنولوژیکی باعث شد که میکروسکوپ‌ها بتوانند تا 270 برابر حتی 300 برابر بزرگنمایی داشته باشند. در این زمان آنتونی وان لیونهوک که اصیلا یک تاجر پارچه فروش بود و بعدها به زیستشناس یا بیولوژیست مبدل شد، با بهبود میکروسکوپ توانست اجسام را با دقت بیشتری مشاهده کند. او به طور تصادفی باکتری ها را کشف کرد. زمانی که از طریق میکروسکوپ خود به یک قطره آب نگاه میکرد، جهان جدید را مشاهده نمود، یعنی میلیون ها موجودی ریز و کوچک که او آنها را حیوانک ها نامید. پس از این کشف، دانشمندان به تدریج شروع به بررسی و طبقه بندی این موجودات کوچک کردند. حدود یک قرن بعد، زیستشناس دانمارکی مولر سیستمی را برای دسته‌بندی باکتریاها ارائه داد. سپس در سال 1840 پاتولوژیست آلمانی فریدریش اینله نظریه‌ای را مطرح کرد که نشان می‌داد میکروارگانیسم‌ها عامل بیماری‌های انسانی هستند. این نظریه را به نام نظریه میکروبی بیماری شناختند و مطرح شد. بعدها دانشمندان مانوئل پاستور و رابرت کاخ در دهه‌های 1870 و 1880 این نظریه را با انجام آزمایش‌های دقیق تایید کردند و نشان دادند که میکروارگانیسم‌ها عامل بیماری‌های چون وبا، طاعون، سیل و سایر امراض مهلک و کشنده هستند. امروزه در قرن 21 ما می‌دانیم که هزاران نوع میکروارگانیسم‌ها در اطراف ما، روی بدن ما و در داخل بدن ما زندگی می‌کنند. برای درک بهتری این که چگونه این موجودات باعث بیماری‌ها می‌شوند، لازم است ابتدا آنها را بشناسیم، دسته‌بندی کنیم و ویژگی‌های آنها را تشخیص دهیم که روی این موارد و سایر موضوعات مرتبط در ویدیوهای بعدی بحث خواهیم کرد. سپاس از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. در قسمت‌های بعدی به سراغ تشخیص و طبقه بندی میکروارگانیسم‌ها خواهیم رفت.
برای دریافت مطالب جذاب علمی در حوزه میکروبیولوژی و دنیای ناشناخته میکروب‌ها ما را با خود داشته باشید. خداحافظ و نگهدارتان باد.